یعقوبوف که امروز در خارج او برآمد میکند و سخنهای بی‌اساس و بهتان انگیز میگوید. او هیچگاه با چنین موقع خود در خارجه و عموما در دیگر بین جامعه امروزی ما تاجیکستان سربستان هیچگاه دستگیری نخواهد پیدا کرد. او را همگان همیشه محکوم می‌نمایند که همچون یک خیانتگر، شخصی که همیز زاده ولایت سوخت هست، در خارج امروز در نسبت تاجیکستان، نسبت دولت تاجیکستان سربستان چنین بهتان ها میگوید. بنابر همین البته من شخصا او را همچون آموزگار محکوم می‌نمایم که او در خارجه شان و شرف تاجیکستان سربستان را، ملت تاجیکی را پس زده ایستاده است و من صد افسوس می‌خورم که امروز در خارجه او را بعضی سازمان‌های بین‌الخلقی، بعضی دولت‌های خارجه سرپرستی می‌کنند، دستگیری می‌کنند و البته چنین دستگیری و سرپرستی معنای آن دارد که آنها می‌خواهند که آینده در شخصیت همین ایلهام یعقوبوف را مانند محیدین کبیر یک شخصیت نو در کاری ادامه دادن حزب نهضت میباشد و مقصد اساسی آنها اساساً ناآرام کردن فضای امروزی تاجیکستان صاحب استقلال و در جامعه به وجود آوردن همچون یک نافهمی ایلهام یعقوبوف بهر منفعت، بهر به دست آوردن یک موقع در خارجه او بهر پول خود را فروخته است و او را البته ما خوب می‌دانیم که به طفیل الان پول و کمک‌هایی که خواجگان خارجی اش به او می‌دهند آنها در خارجه صاحب خانه در میباشند.